اول میخوام دعوت کنم از یکی از اعضای محترم هیئت داوران، کسی که امسال باعث افتخار ما است که عضو داوری گلدن گلوب شده و بدون شک نام اون برای ما در هیئت داوران بسیار افتخارآمیز، آقای دکتر امیر هوشنگ هاشمی به روی صحنه بیان. خب ما امسال در جایزه ادبیات نوشتاریمون به یک فرد ویژه اهدا شده. کلیپشو با هم ببینیم. یک عمر ادبیات نوشتاری در 24مین مراسم سینمایی و تلویزیونی دنیای تصویر اهدا می شود به آقای لارنس گرابل با نوشتن 31 عنوان کتاب و همینطور مقالات خواندنی برای مجلاتی مانند نیویورک تایمز، رولینگ استون، انترتینمنت ویکلی، تیوی گاید، کاسموپولیتن و بسیاری دیگر. او همچنین به خاطر مصاحبه‌های جنجالیش با مارلون براندو، آلپاچینو، آوا گاردنر و ترومن کاپوتی در حال حاضر مشهورترین نویسنده و مصاحبه‌گر سینمایی دنیاست. او سردبیر مجلات چون مووی لاین، هالیوود لایف و اتوگراف بوده است. جویس کارل اوتس او را موتسارت مصاحبه کنندگان نامیده و به او لقب باهوشترین مصاحبه کننده در ایالات متحده و مصاحبه‌گر مصاحبه کننده ها دادند. او به خاطر کتاب گفتگوهایی با کاپوتی در سال 1985 جایزه دستاورد ویژه انجمن قلم را دریافت کرد و از دیگر کتاب‌های او می‌توان به خانواده هیوستون، گفتگو با براندو، صحبت با میشنر، بالای خط، گفتگوهایی درباره سینما، هنر مصاحبه، درس‌هایی از یک استاد حرفه‌ای، آلپاچینو در گفتگو با لارنس گرابل، گفتگو با رابرت ایونز و گفتگو با آوا گاردنر نام برد. او در سال 2012 در فیلم سالومه وحشی با بازی آلپاچینو و در فیلم جی دی سالینجر به کارگردانی شین سالرنو در نقش خودش ظاهر شد. او با هنرمند و طراح پارچه هیرو میودا ازدواج کرده و 2 دختر به نام‌های مایا و هانا دارد. با عرض سلام خدمت همگی دوستان، خیلی ممنون از کلیه هیئت داوران به خاطر حسن نظرشون. توضیحاتی که لازم بود در کلیپ داده شد. فقط باید خدمتتون عرض بکنم که آشنایی ما و مجموعه دنیای تصویر با لارنس گرابل از سال 1378 شروع شد که در واقع من بعد از ترجمه کتاب گفتگو با براندو و فرستادن کتاب ترجمه فارسیش برای خود مارلون براندو و برای لارنس گرابل این ارتباط رو برقرار کردم و بعد از اون جالبه که همین کتاب دکتر یه ذره نزدیک‌تر باشه. خواهش می‌کنم. همین کتاب باعث شد که من با علی معلم هم آشنا بشم، یعنی در واقع این آشنایی از همون زمان اتفاق افتاد. به هر حال چیزهایی که لازم بود گفته شد. الان لارنس گرابل معروفترین و مشهورترین نویسنده سینمایی در دنیا هست با بیش از 30 عنوان کتاب، مصاحبه‌های مختلف و به خصوص مصاحبه‌ای که با براندو و پاچینو کرده که دیگه در واقع تکرار شدنی نیست و خب سردبیر مجلات مختلفی بوده و نشانهای ادبی بسیار زیادی دریافت کرده و من خب به هر صورت به عنوان یک دوست افتخار میکنم که اینجا تونستم حق مطلب رو به جا بیارم و با کمک هیئت داوران و مجله دنیای تصویر و جشن حافظ این تندیس رو خدمت ایشون اعطا بکنیم. متاسفانه با توجه به شرایط ایران ما نتونستیم در خدمتشون باشیم. خب سفر الان خیلی سخت هست به خصوص برای یک فرد امریکایی و حتی برای فرستادن تندیس هم ما دچار مشکل هستیم. خب اونم خیلی سخته به خاطر اینکه تندیس پایه سنگی داره و توی گمرک امریکا مشکل ایجاد میکنن و این رو باید خودمون دستی ببریم و تقدیمش کنیم که من این کار رو خواهم کرد و انشالله کلیپش رو به زودی در سایت دنیای تصویر خواهیم دید. از همراهی شما خیلی ممنونم. خیلی سپاسگزارم.